خب ما شب و زنده موندیم. شب زنده موندیم. باورم نمیشه ما الان زنده ایم. اومدیم رسیدیم به پایینای جنگل. یکی دوتا روستایی که رد شدن الان میگفتش که این جنگله پر خرس و پلنگ و گرگ و هر حیوانی که بخوای داره. بعد بگو ما خیلی ریلکس ما خوابیدیم اونجا. الان هم دیگه پایینای جنگل هرچی داریم میریم مه داره بیشتر میشه، جنگل داره مهی میشه. میگم که مسیر ماست باید بریم پایین. امروز هم 10 مرداد بدون آب بدون غذا 2 روز تو جنگل شانسی اینقدر ما استرس داشتیم. از خانم مجده من له هم مسیری که اومدیم از اون بالا اومدیم اینجوری اینجا دیگه نشسته دیگه میگه من نمیرم دی. واقعا من نمیام، اصلا من حساب نکن، به خدا من نمیام. همچین میای نمیتونم اصلا نمیام آقا. جنگل پنو پایینتر 20 دقیقه پایینتر یه روستاییه بهش میگن پنو، به خاطر اون این جنگل شده پنو. این پایین میشه پنو، املش بعدش اتاقور، این بالا هم که ما اومدیم دیلمان.